منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی و سروران بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه ارزشمندی در خدمت شما هستیم که اختصاص دارد به بارزترین و ارزشمندترین شخصیت‌های تاریخ بشر پس از پیامبر و پیامبران علیهم السلام، یعنی صحابه بزرگوار رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همچنان که استحضار دارید، صحابه نصرت دهندگان دین الله متعال و یاران و جان نثاران پیامبر بزرگوار الهی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. با تعبیری بسیار کوتاه اگر بخواهیم اسلام را و پیامبر را و قرآن را منهاج صحابه تعریف کنیم، نمیتوان از اسلام و قرآن و دین تعریفی شامل به دست داد، زیرا که پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم در تمام مراحل زندگی همواره در کنار صحابه و یارانشون بودند و حلقه صحابه و جمع دلسوزان و شیفتگان دین الله، یعنی صحابه بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، همواره یار و ناصر و مددگار ظاهری در عالم اسباب در کنار آن حضرت بودند. ناصر حقیقی دین الله خود الله متعال بود و هست، اما در عالم اسباب کسانی که در کنار رسول الله بودند و در اصطلاح شرعی به اونها صحابه اطلاق می شود، نقشی رو ایفا کردند که بدون وجود آنها نمیتوان تصور کرد که اسلامی به این عظمت از اون قربت به اینجا رسیده باشد. الله متعال در وصف صحابه و ایمان صحابه و رشادتهای صحابه در کلام عزیزش آنقدر به تفصیل سخن گفته که اگر ما بخواهیم در این باره از کلام عزیز سخن بگوییم و درباره نقش صحابه در اسلام سخن بگوییم، بدون مبالغه هزاران ساعت و دهها هزار ساعت برای چنین برنامه‌ای کافی نیست، چون که لحظه لحظه زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تک تک ثوانی و تک تک دقایق زندگی آن حضرت
همراه با تلاش و مساعی صحابه بزرگوار همراه بوده است. الله متعال به عنوان پاداش به صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدال های به اونها عنایت فرموده است که یک مدال از تمام آسمان ها و زمین ارزشمندتر است. در سوره فتح آیه 18 الله متعال می‌فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یقینا قطعا الله متعال راضی شده است از مؤمنان هنگامی که بیعت می‌کردند با تو ای پیامبر در زیر درخت. اشاره به جریان صلح حدیبیه است که در سال 6 هجری اتفاق افتاد و به علت این که شایعه شد که حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه به شهادت رسیده، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 1400 نفری که در این سفر مبارک همراه بودند از همگان بیعت گرفتند برای اینکه از خون عثمان ذوالنورین انتقام بگیرند. 1400 نفر با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند برای انتقام خون عثمان ذوالنورین و در پایان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک خودشون را بر دست دیگر گذاشتند و فرمودند این دست عثمان است، یعنی خودشان با یک دست از سوی عثمان با پیامبر الهی که خودشون باشند بیعت کردند. این افتخارات و این مدال‌های افتخاری که نصیب صحابه رسول الله شده، هر کدوم از اینها ارزشمندتر از تمام آسمان‌ها و دنیا، آسمان‌ها و زمین است. اما منافقان و دشمنان دین و دشمنان صحابه نه تنها این افتخارات را افتخار نمی‌دانند که با وجود همه این آیات کریمه‌ای که در کلام الله مجید هست و با وجود همه این افتخاراتی که بسیار بارز و روشن است، متاسفانه زهر خودشون را متوجه صحابه می‌کنند و نسبت به اونها بد و بیراه میگن، ناسزا میگن، لعن و نفرین میکنن، دشنام میدن و اونها را نعوذ بالله غاصب و مرتد و کافر و منافق میخوانند. مشخص است که به قول سعدی شیرازی نیش اغرب نه از پی کین است که مقتضای طبیعتش این است. کسانی که به صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه اهانت میکنند و این همه آیات و دلائل و براهین روشن قرآن مجید را نادیده میگیرند، طبیعی است که جز کینه توزی و جز دشمنی با اسلام و پیامبر و قرآن هیچ غرض و هدفی ندارند. در همین آیه کریمه اگر ما دقت بکنیم، آیه 18 سوره الفتح، الله متعال میفرماید فعلم ما فی قلوبهم. الله متعال میدانست آنچه که در دلهای صحابه بود. بر اساس این شناختی که الله متعال از صحابه داشت و از دلهای صحابه داشت، از اونها راضی و خوشنود گردید. رضی الله، راضی شد الله، خوشنود گشت الله. اما منافقان میگویند که نه، ما خوشنود نیستیم، صحابه چنین کردند و چنان کردند. واقعا شگفت انگیز است، واقعا که تعجب آور است. کسانی که ترس خدا در دل ندارند و محبت الله در دلشون نیست،
عظمت کلام الله چگونه میتواند در دلشون باشد؟ اگر کسی ایمان داشته باشد، اگر کسی محبت الله در دلش باشد، ترس و خوف و عظمت الله در دلش باشد، چقدر روشن است که الله متعال رضایت و خوشنودی خودش را از صحابه اعلان می کند. با این وجود منافقان و دشمنان دین حاضر نیستند که رضایت الله رو بپذیرند، کلام الله رو بپذیرند. این دیگر کلام من نیست، سخن من نیست، این سخن الله است. قرآن را بردارید نگاه کنید، سوره فتح آیه 18: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. قطعا و یقینا راضی شده است، راضی شده است، خوشنود شده است الله متعال از مؤمنان. آنها را الله تعالی مؤمن مطلق نامیده است، عن المؤمنین. 1400 نفر که در اون جمع بودند، تمام سران صحابه، جان نثاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و همه این بزرگواران جزو کسانی بودند که در اونجا با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند. همه اون بزرگواران جزو مصادیق اولیه کسانی هستند که الله متعال اعلان فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله متعال میدانست که در آخر الزمان منافقانی پیدا خواهند شد که خواهند گفت الله نعوذ بالله نمیدانسته است، الله نمیدانسته است که چه کار میکند. شاید الله خوشنود شده است، اما بعد از خوشنودی الله متعال کسانی کارهای دیگری کردند و از دین برگشتند و مرتد شدند و غاصب شدند. الله متعال فرمود فعلم ما فی قلوبهم. الله میدانست آنچه که در اعماق دلهایشان بود، آنچه که در زوایای تاریک و پنهان دلهای مؤمنان است. الله متعال همه اونها را میداند. با وجود اون شناخت الله متعال از اونها راضی شد. فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا. سکینه و آرامش خودش را الله متعال بر اونها نازل فرمود و مزد و اجر و پاداشی که به اونها عنایت فرمود اون فتح عظیمی بود که الله متعال از آن به فتح عظیم تعبیر فرمود. از صلح حدیبیه که ظاهری بسیار ذلت آمیز داشت، پذیرش شروط از سوی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، با اینکه بسیار سخت بود، اما الله متعال آن را به فتح عظیم تعبیر فرمود، به فتح مبین تعبیر فرمود. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ما ای پیامبر برای تو فتح مبینی را محقق گردانیدیم تا باشد که دل منافقان بسوزد و دل دشمنان اسلام بسوزد و بدانند که الله میداند والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند و شما نمیدانید. آره، وقت کوتاست و سخن بسیار، مجبورم فقط اشاره کنم. در حدیثی که در صحیح مسلم آمده است، شماره 2496 و 1942 دوبار تکرار شده، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد الذين بايعوا تحتها. هیچ فردی از جمعیت 1400 نفری که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زیر درخت بیعت کردند وارد دوزخ نخواهند شد. امروز شبکه‌های منافقی که بر علیه اسلام و برای متفرق کردن امت اسلامی تبلیغات سوء را انداخته اند، اسم میگیرن ابوبکر را نعوذ بالله دوزخی میگن، عمر فاروق را نعوذ بالله دوزخی میگن، عثمان ذوالنورین را نعوذ بالله دوزخی میگن، عایشه صدیقه را نعوذ بالله دوزخی میگن.
آخر این منافقان چه کار کنند؟ چاره ای جز این ندارن. این دردشون است، این مرضشون است و برای تسکین این درد نفاق و بیماری نفاق فکر میکنن که این دارو مسکن است، اما کور خوانده اند و اشتباه میکنند. این اهانت به صحابه رسول الله و به یاران رسول الله درد اونها را، عذاب اونها را، نفاق اونها را بیشتر خواهد کرد و کم نخواهد کرد. در سوره فتح آیه 29 هم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، این آیه را هم دقت کنید و توجه کنید. وقت برنامه تقریبا رو به اتمام است. من یک آیه دیگه اشاره کنم، آیه 100 سوره توبه که الله متعال می‌فرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار. به این آیه توجه فرمایید، خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. الله متعال از اون کسانی که در ایمان آوردن سبقت گرفتند راضی شد و اونها را وارد بهشت کرد که همیشه در آن خواهند ماند. الله متعال من و شما را جزو کسانی بگرداند که در روز قیامت در بهشت برین، در جنت فردوس، در کنار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و همسایه و همنشین ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه و سایر امهات المؤمنین و ازواج مطهرات و صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم. امیدوارم که خداوند من و شما را ببخشد و همه ما را جزو آن خوبان بگرداند که زبانشان درباره یاران رسول الله به نیکی فقط یاد باز می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.